من ADHD دارم. اها بامزه. اوکی برگردیم. خب کجا بودم؟ اینجوری که یه دقیقه تو متمرکز ترین حالتم و دارم خیلی جدی کار میکنم و دقیقه بعد دارم تو یخچال دنبال غذا میگردم. یا مثلا اینجام تو اتاق ولی یهو ناخودآگاه اینجام؟ حالا فکر کن یه کاری داشته باشم که باید سریع انجامش بدم. اون موقع هر کاری میکنم که فقط کاری که باید و انجام ندم. هر کاری. به نظر برای چی فرش اتاقم عوض کردم؟ تازه فقط فرش عوض نکردم، کل اتاق رو ریختم بیرون و یه خونه تکونی کامل انجام دادم، فقط واسه اینکه کارهای فیلمم انجام ندم. وقتی که میدونم نیاز دارم کاری که شروع کردم تموم کنم، ولی همیشه داستان یه جور پیش میره. من یه کاری رو شروع میکنم، بعد در اولین فرصت با کوچکترین چیز حواسم پرت میشه. کوچکترین چیز. یه جوری شدم که دیگه نمیتونم بدون تزریق دوپامین هیچ کاری رو تموم کنم. یعنی باید به هر طریقی خودم رو موقع هر کاری سرگرم کنم با چیزایی که کارم نباشه. از گوش دادن به آهنگ گرفته تا فاکینگ سریال دیدن همزمان با کارام. اصلا این معنی نمیده. خب این به کارم صدمه میزنه دیگه. اولا که وقتی یه چشمم به کاره، یه چشمم به چه میدونم سریال، کار یه ساعته 2 روز طول میکشه. بعدش هم از بس بازه توجهم کوتاه شده که نمیتونم بیشتر از یه ساعت روی یه چیز کار کنم، وگرنه مغزم اووردوز میکنه. کاش فقط هم این چیزا بود. اینجوری نمیشه. اگه بخواد همینجوری پیش بره دیگه عمرن اگه بتونم یه کاری رو پیش ببرم. همین الانشم دارم زمان از دست میدم. باید یه کاری بکنم، باید خودم رو درست کنم هر جوری که شده.
من هر کاری که ممکن بود و پیشنهاد شده بود و انجام دادم، ولی بازم نمیتونم. نه اینکه کمک نکرده باشن ها، نه، ولی هنوزم حس میکنم یه چیزی کمه، یه جای کار میلنگه. Pushing through the market square, so many mothers crying. همینجا دوزاریم افتاد. وقتی که کاری که فکر میکردم کل روز طول میکشه رو توی 1 ساعت تموم کردم. تموم این مدت یه چیز بود که فکر میکردم بهش نیاز داشتم، ولی منبع کل حواس پرتیم بود. باید از شرش خلاص شم، حداقل واسه تایمایی که کار دارم. ولی به همین سادگی هم نیست. چیزی که روزی 8 ساعت 10 ساعت دستمه. صبح وقتی بیدار میشم My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to get everything and then so many people. شب قبل اینکه بخوابم All the short fat people and all the nobody people. من واقعا حس میکنم معتادشم، ولی هر چقدرم اعتیادم بد باشه دیگه وقت ترک کردنه. Girl my age went off her head, hit some tiny children. If the black باید بگم به طرز عجیبی جواب داد. I think she would have killed them. راحت بخوام بگم فکر نمی کردم جواب بده، ولی الان واقعا تمرکز بیشتری دارم. Stare to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a کارم شده منبع دوپامینم. درسته به قدرت دوپامینی که از گوشی و سوشال میدیا میگرفتم نیست، ولی روم توی یه روز ساخته نشد. من فقط میدونم که این حس خوبی که میگیرم موقع کار کردنم موندگارتره و باعث شده که من بیشتر دلم بخواد کار کنم، جوری که با کارهای دیگه مثل گیم حوصله‌ام سر میره. یه چالش باحال بود، یه چالشی که روی همه چی تاثیر گذاشت، یه تاثیر عالی. Got 5 years stuck on my eyes. 5 years, what a surprise. We got 5 years, my brain hurts a lot. 5 years, that's all we got. We got 5 years stuck on my eyes. 5 years, what a surprise.